بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر دوستان عزیز. امروز شنبه 8 شهریور ماه 1404 هست که ما در ساحل دریای خزر و شهر زیبای بهشهر هستیم که من میخواستم یه واقعیت را خدمت دوستان عزیز عرض بکنم. ما حدود 550 متر ساحل داریم و در دریای خزر و از این ساحل میتونیم بسیار استفاده شایانه انجام بدیم، هم در زمینه ساخت ها و مردم بهتر بتونن استفاده بکنن و 5 کشور ساحلی هم در دریای خزر ما داریم. ولی متاسفانه من این 20 سال اخیر که اومدم روز به روز دریا عقب نشینی کرده و من یادم از حدود 10 سال پیشتر، 20 سال کمتر یا بیشتر، حدود 50-60 متر از ساختمان ها که جلو می آمدیم ساحل وجود داشت، موجهای آب وجود داشت. ولی همکنون که سال 1404 هست ما میبینیم که حدود 70-80 به 100 متر ساحل عقب نشینی کرده و این ساحل عقب نشینی کردن ساحل به خاطر اینکه کشورهای منطقه یا سدسازی میکنن، مثلا روی رودخانه ولگا، خلیج ولگا و استفاده بیرونی از آن، یا کشورهای مثلا ترکیه، کشورهای ساحلی از آب آن استفاده میکنن یا ریزش اون کم شده به دریا و نزولات ریزش های آسمانی هم شاید دخیل باشه، ولی نه آنچنان. من میخوام هشدار بدم به ایران، جهان، کشورهای منطقه که اگر این طور پیش بره ما در 10 سال آینده، 100 سال آینده چیزی به نام دریای خزر نداریم و خشک میشه و اطراف دریای خزر که در همه کشورها جنگل ها، مراتع بسیار زیبا قشنگ، کوههای سرسبز هست، همش دیگه خشک میشه و از بین میره و بایستی فکر به حال این مسئله بکنن، بشینن با هم و در این زمینه تصمیم گیری بکنن که سالانه صدها هزار میلیارد متر مکعب، نمیدونم چی بگم، حالا کمتر یا بیشتر، آب این دریا داره کم میشه و متاسفانه رو به زوال و نابودی هست. بله، خب اینا جدی بگیرید این هشدارا و برید برای حل این مسئله. ممنون.